بنابراین همیشه انسان در زندگی خود وقتی که شرایط زندگی میایه، مشکلات زندگی میایه، همیشه انسان در عقیده‌شی باشه که درست است. هر کسی برنامه ای داره و یم کرون، هر کسی برنامه می سازه، شاید برای نابودی، برای کشتن، برای از بین رفتن، برای چیست. لکن این زمین الله هست. وقتی که الله بخواه که یک کس را عزت بده، او را که ذلت داده نمیتونه. و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر. الله هست که عزت و ذلت میده. این کلش به دست الله هست و الله متعال است که اونمو قسم که یوسف علیه السلام و تمام قصه های پیغمبرها، از پیغمبرها قصه نیست. در قرآن هیچ قصه وجود نداره. کسی قصه میگه اشتباه میکنه. در قرآن تمام آنچه گفته میشه حادثات واقعی 100% است. یعنی کلمه داستان و افسانه و قصه این به چیزایی گفته میشه که میشه یک نفر قصه ساختگی بسازه، یک داستان ساختگی ایگه باز. اما در قرآن نگفته که قصص، گفته قصص. نحن نقص عليك احسن القصص. یعنی قصص چی است؟ یعنی ما بر تو بیان میکنیم واقعیت‌های حقیقی از این پیغمبرها را. این برای درس است که شما درس اعتقادی بگیرین و درس اعتقادی همین است که در وقت شرایط سخت زندگی خودت باید با افتخار تسلیم قضا و قدر الهی باشی و بفهمی که وقتی الله متعال چیز را بخواه، والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. او کسی که علم نداره، نمیفهمه، الله را نمیشناسه، قرآن را نمیشناسه، سیرت را نمیشناسه، او مشکل از اوست. ولی کسی که میشناسه باید در این مسائل باشه. یگانه چیزی که انسان در آخر الزمان، در این وقت ما و شما اگر میخوایم دو خود حفظ بکنیم، در آخر زمان یک مشکل بسیار خطرناک است که از اون من هم میترسم. و ابن ابی ملیکه رحمت الله علیه میگه که یک تابعی است، میگه 30 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کردم. هر 30 صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم از نفاق میترسیدن که ما را الله متعال در جمله منافقین حساب نکنه و ما امیر میگیم که یا رب العالمین ما در جمله منافق و یا در جمله کسای محاسبه نشیم که صبح مسلمان میباشن دیگر کافر میشن. خطر آخر الزمانی است. سر ایمان خود میترسیم الله متعال ما را با ایمان خوب ایمان ما را حفظ بکنه. مقلب القلوب الله هست. الله متعال قلب ما را ثابت به ایمان داشته باشه و الله هست پیش ما راضی باشه. دیگه وقتی که الله راضی باشه و ایمان انسان ثابت باشه، این مرگ و این زندگی کل نفس ذائقه الموت. الله متعال میگه که هر صاحب نفس، هر مخلوقی که است، این شربت مرگ میچشه. و یک شاعر مثلا سعدی رحمت الله علیه میگه که ایدل تو را ندای مرگ هم شنیده نیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیده نیست. بر تخت ناز و بالش ابریشمین مناز، زیرا که از این جهان تو به کلی بریده نیست. ای دل مکن گناه که به تحقیق مردن است. الله گناه های ما را بخشه که کل عیب ما در گناه های ماست، در اشتباهات خود ماست که در مقابل خالق ذوالجلال استاد شویم و برای جواب داشتن چیز نداشته باشیم. از این میترسیم الله راضی شود. در هر حالتی که الله راضی باشه، تقدیر ما و اون چیزی که الله راضی هست، هر قسم که الله دو راضی میشه امور الله بر ما برسانه زود. اگر در مرگ ما الله راضی باشه، همون مرگ به دست خود در اون مرگ میریم، همون مرگ خوش داریم. و اگر زندگی ما باشه او هم است، چرا روی ما سیاه هست به خاطر گناه های خود ما و اشتباهات خود ما که میشرمیم از خالق متعال که وقتی که تش رو برو شویم، اگر محاسبه شویم هلاک میشیم. در غیر از او هیچ چیز دیگه مشکل وجود نداره. یصبح المرء مؤمنا و یمسی کافرا. فرسوم خطر آخر زمان است و این آخر زمان خطر ما هست که یک نفر صبح مسلمان می باشه و دیگر کافر میشه. و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. شام مسلمان می باشه، شب کار میکنه، یک برنامه میگیره و در صبح که میخیزه کافر است. و حفظ ایمان در آخر الزمانی بسیار خطرناک است. الله متعال ایمان ما را حفظ بکنه. الله درس ما کلش از این ایمان است و چرا خطر بسیار بزرگ حالی که هست. اگر شما حساب کنید 60-70 قسم شرک است.
شرک در الوهیت است، شرک در ربوبیت است. تنها 12 قسم شرک در حاکمیت است. حاکمیت تکوینی الله را کسی انکار میکنه. در حاکمیت تشریعی 12 نظام الله است. از هر نظام از یک انکار شود سر ایمان انسان خطر است. از این خاطر انسان مسلمان هر لحظه انسان به خاطر چی به مرگ خود آماده باشه؟ به خاطر ازی که آمدن به دنیا به ترتیب است و رفتن از دنیا به ترتیب است. اول پدر کلان به دنیا میه، باز پدر میه، باز پسر میه، باز نواسه میه، باز همین قسم کواسه هم تو پایین رفته میره. لکن بعضی اوقات است که نواسه و کواسه و پسر میمیرن و پدر کلان اونجا در جای خود زنده هست و این به خاطر ازی هست که هر کس هر لحظه بر مرگ خود چی باشه؟ آماده باشه. و کسی که به مرگ خود آماده نیست او اصلا مسلمان نیست. و کسایی از مرگ خود میترسن. یک پادشاه از یک عالم پرسان کرد، گفت ما چرا در زندگی خوش هستیم و از مرگ میترسیم؟ گفت شما زندگی دنیایتان آباد کردین و آخرتتان ویران کردین. کی خوش است که از آباده به ویرانه بره؟ و مؤمن حقیقی این دنیای خدا ویران میکنه و آخرت خدا آباد میکنه. الله متعال ما و شما را از جمله کسایی بگردانه که از ویرانه دنیا به آبادی آخرت بریم و روزی که از دنیا میریم و روز خوشی ما باشه. بلال رضی الله عنه وقتی که وفات میکرد خانمش گفت که واو مصیبت ها. گفت واو مصیبت. او برش گفت که نگو واو مصیبت ها. در وقتی که نزدیک جان کندنش است گفت بگو واو فرحتا، واو خوشی. چرا؟ گفت غدا سألقی حبیبی محمد. سبا که از دنیا میرو با حبیب اصلی خود که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است با امراه از ملاقات میکنم. و یک شخص امام بخاری رحمت الله علیه را میگه دخودید که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه ایستاده هستند. پرسانشان کرد گفت که شما منتظر کی هستین؟ گفت ما دخودید. گفت ما منتظر از این هستیم. امام بخاری میگه این شخص میگه وقتی که در منطقه میره، همون منطقه‌ای که امام بخاری زندگی میکنه، همین تاریخ یادداشت میکنه. برش میگن در روز امام بخاری وفات کرد. حال مرگ ملاقات است با محبوب بزرگ ما رب العالمین و با محبوب الله که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همراه ازی است الله متعال مرگ نصیب ما بکنه که به رضایت الله باشه. من كل خير عقيمة وفيها البلايا مقيمة